سلام بچه‌ها. گمونم بعد از 300 400 تا ویدیو یوتیوب داریم برای بار اول سلام کردن من اول ویدیو میبینه. یه 13 14 روزی هم ویدیو نگذاشتم. همیشه این کارو میکنم و چیز عجیبی نیست ولی خب این دفعه فرق میکنه. همونطور که از نوع محتوای جدیدی که این چند وقت اخیر تو چنل ارائه میدم مطلع هستین و چشم انتظار یه عواقبی برای من و بقیه‌ای که این محتوای استرس آمیز و خطرناک میساختیم بوده این بالاخره انتظارها به پایان رسید و بله یه سری عواقب قانونی برام لحاظ شد. حتی نمیتونم راجبشون حرف بزنم. نمیدونم همین الان که گفتم فقط یه سری عواقب قانونی برام لحاظ شدم این برام من باز عواقب قانونی خواهد داشت یا نه، ولی خب در این حد حقتون بود که بدونید. یه سری اتفاقات پیش اومد سر محتوای خاصی که ما ارائه میدادیم و میدیم. خب حالا یه خورده اوضاع بیریخته. خب ما مجبوریم یه سری تغییرات اعمال کنیم بچه‌ها. یه چنل جدید زدیم فقط برای ولاگ و یه اتفاق دو دلیل داره. دلیل اولش همین بود که گفتم چالش بچا یه ریسکی روی این چنل که شاید اصلا فقط ریسکی یا در حد یه ریسکی در حد حدس و گمان خود من چی خبر ندارم، فقط یه چیز پیچیده در همین ممکنه برای چنل سری اتفاقات بیفته و برای همین ما یه چنل دوم میزنیم که کار ولاگ کاملا اونجا انجام بدیم که دیگه گیری روی این چنل نباشه. و دلیل دومش تقاضای زیاد شما نازگلا برای ویدیو گیمه، چون وقتی من این محتوای جدید گذاشتم دیگه ویدیو گیم نگذاشتم تو این چنل اولی. تو این چنل اولی میخوایم فقط ویدیو گیم و استریم و بنده بساطا رو بذاریم. چنل دوم فقط برای ولاگ و ویدیوهای بیرون از خونه و وگای‌های جدید. همین الان که دارم حرف میزنم یه ویدیو تو چنل دوم آپلود شده، همین الان این ولاگ مو آپلود شده اونجا. حتما چنل دوم ساب کنید بچه‌ها ببینید ما رسما بیشوخی از جونمون و زندگیمون مایه گذاشتیم برای این ویدیو جدید و تو چنل دوم داریم می‌خوایم این ادامه بدیم تا وقتی که زنده باشیم و آزاد باشیم. واقعا داریم بچه‌ها اون بار میشه سر این موضوع. چنل دوم حتما حمایت کنین بچه‌ها، به حمایت‌های زیبای شما الان نیاز داریم. من نیاز داریم، ما نیاز. ویدیوها لایک کنه، کامنت بذارین، به رشد چنل دوم کمک کنه. این چنل هم که محتوای گیم و استریمش طبق معمول ادامه میده. من دوست دارم، عاشق کارم، عاشق شمایم، عشق میکنم وقتی محتوا با ارزشی رو برای شما ارائه میدم. برای همین سعی میکنم محتوا رو خاص نگه دارم همیشه. بچه‌ها این محتوا فقط به خاطر شما، فقط به خاطر حمایت شما که الان من ایجی اون چنل وجود داره، چنل دوم داره زده میشه و این اتفاقا میفته. همه این کارا وابسته به حمایت شما. همین حمایت های شما انگیزه و انرژی برای منه که ویدیوهای بهتر با کیفیت‌تر و خاص‌تری رو به شما ارائه بدم. شاید حس میکنم این شبیه متصدیات کنکور شدن. بریم ویدیو چنل دوم ببینید، این چنل حمایت کنید و علی اصلا خسته باشید بگید کامنت. اگه خسته نباشی علی. سلام. عشق منی. تو استریمای حتما بیا بچه‌ها، یه شب در میون استریم اصلا عشق حاله. دوست دارم.